شیطان دشمنی واقعا حقیقی انسان است. از ابتدا، از روزی که حضرت آدم علیه السلام پیدا شدند، دشمنی او شروع شد. بنابراین الله تعالی گفت که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان فقط به یک گروه آدم ها حکمرانی کرده نمیتواند. آن آدم هایی که به الله تعالی ایمان آوردند و به الله تعالی توکل میکنند. یعنی مرتبه بلند از توکل کردن به الله تعالی. موضوع توکل یک درس الهیده است. و در سوره بقره ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از پس قدم های شیطان نروید. انه لکم عدو مبین، او شما را وعده ها میدهد و به یک جای میبرد که بعد پشیمان میشد. انه لکم عدو مبین، شیطان به شما دشمن آشکارا هست. و این در چندین جایهای قرآن تاکید یافته است. از جمله الله تعالی در سوره فاطر میگوید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان برای شما دشمن است، شما او را دشمن دانید. یعنی دشمن را باید دشمن دانست. انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. مراد شیطان چیست؟ تا اینکه همراهش انسانها را به آتش دوزخ برد. و شیطان که دشمن است، در تمام عملها انسان میخواهد به گمراهی برد. اصلا اون نمیخواهد که بنده نماز گذارد. بنابراین وقتی که بنده سجده میکنه بسیار شیطان خار میشه. برای چی؟ میگوید که فرزند آدم به سجده کردن امر شد و سجده کرد، من به سجده امر شدم و سجده نکردم. او به سبب یک سجده ملعون گشت، لعنتی شد، شیطان رجیم سنگسال کرده شد. بنابراین وقتی که فرزند آدم نماز میخونه بسیار حقیر میشد. بنابراین نمیخواهد که فرزند آدم نماز خواند. وقتی نماز که شد تصویف را پیدا میکنه. یعنی کمتر دیگر تلفن بازی کن، بعد میخوانی، حالی وقت هست، کمتر دیگه استراحت کن، کمتر دیگه. همین گونه انسان از جماعت میمونه. با همین خیلی تصویف میکنند. یعنی کمتر دیگه صبر کن، کمتر دیگه، حتی نماز قضا میکنه. اگر رفت و نتوانست، بنده به مسجد رفت و نماز که ایستاد، قامت که گفته شد، شیطان میبیاید اذکر کذا و اذکر کذا، فلان عمل را به خاطر آر، فلان کار را به خاطر آر. یک کارهایی را به خاطر انسان میآورد که اونو در بیرون یعنی که به خاطرش نمی آمد. و این از مهربانی شریعت هست که برای ما تعلیم میدهد که به وسوسه های شیطانی داده نشویم. وقتی که شیطان آمده طهارتت شکست یا یگان چیزی دیگر را آمده به خیالتان بیارد، اخسع عدو الله، خار شو دشمن الله، گفته با شیطان همین گونه جواب میگردانید و به وسوسه های او اهمیت نداده نمازتان را تا آخر میبرید. والله تعالی اعلم.